خدمت شما ملت نمک نشناس، از دفتر شورای ملی نمایندگان عزیزتون در خدمتتون هستم. باید بگم که خبر خوش برای شما دارم. چطوره مو؟ خبر خوشه دیگه. قلیونتون گرفتین؟ چایتون گرفتین؟ نقل و نبات همچی دارین؟ خدا رو شکر. آمدم بگم که 99% نمایندگان شورای ملی به جز چند نفری که تازگی ها قیبشون زده، مثل نماینده لنگرود که نیستش و نماینده رشت و نماینده قم، بقیه همه هستن و همه سالم و همه کرونا گرفتن. آره والا، از صادقی گرفته تا حریری تا معصومه همون نیلوفر خودمون که از سفارت رفته بود بالا، همه کرونا گرفته و همه سالم. آره دیگه. و چطوره کرونا؟ خود چه ما در مقاومه کرونا مقاومت کرده ایم. کرونا چیزی نیست. شما کرونا کاری نمیکنه. همه خوش و سالم و سرحال و سرخ و چاق و تیله در خونه هامون الان قرنطینه شدیم. آره دیگه، کلبای مف میخوریم و میچریم و کرونا رو هم گرفتیم. آره دیدین دیگه نماینده ها یکی یکی دارن تلویزیون میگن من هم کرونا گرفتم. آره اصلا کرونایی که در کشور ما هست با کرونای کشورهای دیگه که اصلا فرق میکنه. دقت کرده باشین که در بیمارستان ها نرسا و دکترهای عزیزمون که اصلا همه به غیر دادن در افتادن، همه دارن غیر میدن و میرقصن و با آهنگای مختلف در حال مقاومت با کرونا. البته ما الگومونو از دولت برادر چین کمونیست گرفتیم. اگه دقت کرده باشین اونا هم روزای اولی که کرونا گرفته بودن تون ویدیوهای دکتراشون میومد بیرون که در حال رقصیدن تین چانگ چون ووهان جوا جون. دیدین دیگه. خب ما هم دویدیم گفتیم که دست پیش بگیریم پس نیافتیم. ما هم شروع کردیم به فیلم‌های غیر دادن و رقصیدن دکترامون رو گذاشتیم که بگیم ما هم کرونا چیزی نیست. ما اصلا در مقابل کرونا کمر خم نکرده. بعد پادشاه شهر مشهد، آره دیگه، پادشاه شهر مشهد هم که دیروز چیکار کردن؟ مقاله و اینترویو و مصاحبه کردم و در فضای مجازی گفتن که خواهش میکنم که ذریح ها رو نلیسید. البته اول گفتم بلیسید، ذریح ها بلیسید، که دیدین که عده‌ای از برادران شروع کردن به لیسیدن ذریح ها در مشهد و قم. بعدن که دیدن که گنده کار برآمد، این کرونا از اون کرونا نیست، مشهد دستور دادن که لیسیدن نقره و طلا رو فعلا یه مدتی بذارید کنار، نلیسید. آره دیگه، دنبال کرونا توی ذریح مریح ها نگردید. این کارای لیسیدن یه خود بذارید کنار. شروع کنید زندگی معمولی زندگی کردن. دستور از بالا اومده. آقا کوکو گفتن خودشون که با دستکش دیدین که در حال باغبانی یه جایی سرسبز اونم وسط زمستون. سرسبز تهران سرسبز الان نمیدونم والا. گفتم شما بدون درخت بکارید. بعد نخست وزیرم که گفتن چالش لبخند بخندید و غیر بدید و هیچ نگران کرونا هم نباشید. کرونا چیه؟ ما کرونا رو حسینیه میکنیم. آره بابا. تازه شنیدم که یه مرض دیگه هم مثل که اومده در ایتیوپی. دیدین که نه؟ چه مرض که در از آسمون میریزه و داره میاد طرفمون. تازه گفتن یه سنگ آسمانی هم مثل که داره میاد. تا ماه آوریل گفتن اگه خورد نخورد. اگه خورد که همه چی تمام میشه. اگه نخوردم که از کنارمون رد بشه زلزله اینا میشه. نگران نباشید. کرونا که اصلا نگران نباشید. غیر داده برید. اون مرض جدیدی هم که در آفریقا آمده، اونم که اصلا فقط هواپیمای ماهانه داره. خود اونجا نفرستید. کارت که جلوی هواپیمای ماهانه بگیرید یه وقت نرن رو اتیوپی و چه میدونم آفریقا. حالا یه وقت کار جلوشون رو بگیرید خواهش میکنم دیگه. ذریح ها رو هم نلیسید. همه چی دیگه، همه چی خوشه، همه چی خوبه. تا میتونید خوش باشید. کرونا خورده برید که کمتر این دردا رو حس کنید و
دیگه تا خبرهای بعدی دیگه نمایندگان الان فعلا گفتم چند تاشو غیبشون زده که اصلا نیستن، بقیه‌شون هم که همه در خونه خودشون رو مخفی کردن با بهترین وسایل کلیه و سرم و اینجور چیزا، منتظری که بهشون وصل شه با ریه های مصنوعی. بعد میگن که منم کرونا دارم. آره چه بگویم، از ماست که بر ماست. امیدوارم که سالم باشید، امیدوارم که تندرست باشید. پاینده باد ایران، پاینده باد ایرانیان و زنده باد رضا پهلوی، امید ایران. خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پایان